اگه دلتون میخواد یه سفر گردشگری نصف روزه داشته باشید و این نصف روز رو توی دل طبیعت و روی یه فضای کوهستانی با یه آرامش معنوی پشت سر بذارید، بهتون پیشنهاد میکنم که به شهر ساینقله بیایید. شهر ساینقله در ضلع شرقی استان زنجان واقع شده و اگر از سمت تهران و قزوین میخواید به شهر ساینقله بیایید، بعد از شهر ابهر بگذرید، بعد از مسیر جاده ترانزیت به شهر ساینقله میرسید. از سمت زنجان هم که بیایید، بعد از شهر سلطانیه شهر ساینقله قرار گرفته که میتونید از طریق اتوبان تهران قزوین یا زنجان قزوین در حقیقت یا از طریق همون جاده ترانزیت به شهر ساینقله بیایید. در ورودی شهر ما میدان قائم هستش که خیابون امام بهش وصل میشه و در نهایت میریم به میدون انقلاب میرسیم. میدون انقلاب در حقیقت میدون اصلی شهر ساینقله هست و همه خیابون‌های اصلی از اونجا نشأت میگیرن. خیابونی که به سمت امامزاده یعقوب میره خیابان هفت تیر هست که بعد از اینکه این خیابون رو رفتید به آرامگاه میرسید. در آرامگاه هم رد میکنیم و میرسیم به یک مسیر در بین تپه های پر از گندم که یک تصویر بسیار زیبایی رو در چشم انداز شما قرار میده. دقیقاً رو ببینید. در فصل زمستان این مسیر از برف پوشیده میشه و برای رفت و آمد بسته میشه تا زمانی که شهرداری بیاد و با دستگاه‌های لودر و اینها این مسیر رو باز کنه. البته در این مسیر در فصل زمستان مردم شهر ساینقله به تیوب سواری میپردازن و یک منطقه تفریحی و پر از شور و هیجان برای خانواده‌های شهر ساینقله است که هر کس یک تیوبی رو برمی‌داره و به همراه اعضای خانواده‌اش به تپه‌های اطراف میره و یک سوسوره بازی خیلی هیجان انگیزی رو تجربه میکنه که اگه خواستید میتونید بیایید و با مردم شهر ساینقله در یک روز برفی شریک بشید. بعد که این مسیر رو که طی کردین، در نهایت در یک سربالایی به امامزاده یعقوب میرسین. امامزاده یعقوب در نزدیکی بلندترین کوه منطقه ساینقله تا خورندره قرار گرفته. بالای این کوه یک ایستگاه رادیو تلویزیونی هست که خیلی از افراد کوهنورد میان و بالای این کوه میرن و دقیقا بام منطقه شهر ساینقله است. از اونجا میشه خیلی شهرهای دور و حتی تا ابهر رو هم دید و چون مسیرش اسفالته با ماشین هم میشه به اون بالا رفت و یک انگاری که سواری کایت شدی و از آسمون داریم آسمون منطقه رو نگاه میکنیم و خیلی احساس خوبی از چیزی که تا بال تجربه نکردی رو در اختیارت قرار میده. میتونی ساعتها بیستی و افق دوردست رو نگاه کنی که در سمت روبرو کوههای رشته کوه البرز هستن و از سمت پشت سر هم سد شیویر قرار داره و تپه هایی که زیر پات قرار گرفتن و یه مزارعی که از دور یک خطوط زیبایی از طرح و نقش رو در چشم انداز شما قرار میدن. واقعا یک تصویر زیبا و رویایی هست که در زندگی یک نفر باید تجربه بکنه و از نزدیک بره ببینه که شهرها و مناطق اطراف از بالا و از آسمون چجوری دیده میشن. اما خود امامزاده یعقوب در ورودیش که قبلا به شکل دیگه‌ای بود
حجره‌های قدیمی بودن، اونها رو تخریب کردن و حجره‌های جدیدی ساختن که به صورت 2 طبقه هست. در حیاتش هم یک سقاخونه اخیراً ساخته شده. از ورودی که وارد میشیم مردم خیلی زیادی برای بازدید میان از شهرهای اطراف و با اعتقادات قلبی خاص خودشون به این امامزاده متوسل میشن. با هم وارد این محیط معنوی میشیم تا از این فضای معنوی بهره مند بشیم. محیط داخل ضریح کاملا آیینه کاری شده. خود امامزاده یعقوب با توجه به اون فروشگاهی که در مخوطه واقع شده و زندگی نامه این حضرت رو در طی کتابی به فروش میرسونن، یک جوان 32 ساله‌ای بوده که از برادران امامزاده امام رضا بوده و برای کمک به امام رضا به ایران میاد و در شهر ساینقله قرار میگیرن. داره چندین سردار معروف بوده که یکی سردار امامزاده یحیی بوده و اون یکی امامزاده اسماعیل. آرامگاه امامزاده یحیی تو داخل شهر ساینقله واقع شده، اون هم یک مکان تاریخی هستش. امامزاده اسماعیل هم در شهر ابهر واقع شده و اون هم یک مکان زیارتی محسوب میشه. امامزاده یعقوب با دشمنانی که بهش حمله کرده بودن مبارزه میکنه و طی جنگی به شهادت میرسه و مردم هم چون این منطقه سرسبزی بوده در کنار چشمه واقع شده بوده، ایشونو در اینجا به خاک میسپارن و بعد از اون هم کرامات متعددی از این امامزاده مردم تعریف میکنن که براشون رخ داده. افراد بسیاری اعتقاد دارن و خود مردم شهر ساینقله زمانی که میخوان دقیقا نذری بدن مردم رو به این منطقه دعوت میکنن و در حجره هایی که در این منطقه هستش قربانی میبرن و مردم رو دعوت میکنن به صرف شام یا نهار و از این محیط معنوی بهره مند میشن. امامزاده دارای 2 ورودی یک برای آقایون و یکی برای خانم ها هست و یک شبستان بزرگی داره که معمولا مراسم های مذهبی، سیاسی، نماز جمعه و غیره در اینجا برگزار میشه. در محوطه امامزاده یعقوبی که پارک کوچیکی برای بچه ها ایجاد شده و در پشتش هم یک آرامگاه هایی هستش که از دوران گذشته باقی موندن. حالا اگر صبح زود حرکت کرده باشید و به این امامزاده یعقوب رو دیدار کرده باشید، ناهارتون رو تو این منطقه صرف کرده باشید، تو این امامزاده صرف کرده باشید، میتونید بقیه روز رو به منطقه پشتی امامزاده یعقوب برید که اگر همون جاده‌ای که به امامزاده یعقوب میاد رو ادامه بدید، بعد از گذشتن از روستای اردجیل میرسید سد شیویر و یک سد پر آبیه که البته در بهار پر آبه، در تابستون اگر برید آبی نداره، آبش برای کارهای کشاورزی استفاده میشه ولی آبش رفته. اما در فصل بهار و فصل پاییز فصلهای مناسبی هستن برای اینکه شما از اینجا از سد شیویر دیدن بکنید. بعد در مسیری که به سمت راست میره یک روستایی هست به اسم روستای باغدره، یک دری هستش که در حقیقت منتهی میشه به همین سد شیویر که یک درختان بسیار زیبایی در این مسیر این دره هستن.
منظره های بسیار بدی رو میشه در این منطقه دید. جاهای بکری که انسان‌های کمتری اونجا دستکاری کردن. پر از در فصل بهار اگر به این منطقه به پر از گل هست. در فصل پاییز پر از برگ‌های پاییزیه و درخت‌ها که جوی‌های آب هم از زیرش رد میشن و صدای آب بسیار نوازش بخش هستش. و برای خوردن یک عصرانه و گذراندن یک عصر دلپذیر در این منطقه بسیار زیبا هستش و خانواده‌های بسیاری در فصل بهار و تابستان و پاییز به این منطقه میان و از فضای بسیار زیبا و دلنشین این منطقه استفاده میکنن و من دعوت میکنم از شما که حتما به این روستا بیایید، چون یه مقدار راهش دوره. افراد کمی، انسان‌های کمتری به این منطقه اومدن و دستکاری کمتری در طبیعت شدن، ولی وقتی که به این منطقه میرسی مثل این که وارد یک بهشت شدی. آرامشی که در این منطقه من دیدم در هیچ جایی تا به حالا ندیدم. بعد از گذراندن عصر میتونید شب دوباره برگردید به منطقه خودتون، به امامزاده یعقوب. امامزاده یعقوب در شب فضای خاصی داره، چون در بلندترین قسمت منطقه واقع شده. از دور وقتی که به شهرها نگاه میکنی مثل یک آسمانی پر از ستاره در حال چشمک زدن دیده میشن. چراغ‌های بعضی از مناطق سبز در هم تنیده شده و دیده میشه و یک تصویر بسیار رویایی رو در ذهن انسان ایجاد میکنه. اگر فصل تابستان باشه میتونید در این امامزاده یعقوب یک شب بسیار خنک و دلپذیر رو پشت سر بذاره که معمولا در فصل تابستان مردم شبها به این منطقه میان و یک شب دلپذیر رو در اونجا سپری میکنن، چون هواش خنکه و از گرما خبری نیست. در انتها میریم به امامزاده یحیی همسری بزنیم که در مسیر بازگشت قرار داره. در مسیر بازگشت میتونیم بریم به میدونی 22 بهمن. اونجا رو خیابونی هست که به سمت امامزاده یحیی میره، جزء مناطق قدیمی شهر ساینگال است و خیابون‌های تنگ و درهم تنیده‌ای داره. و اگه روز دیگه خواستید برای بازدید و گردشگری به شهر ساینگال بیایید، پیشنهاد من این هستش که این دفعه از داخل شهر ساینگال عبور نکنیم و این دفعه بریم به سمت کوههای رشته کوه البرز و یکی از روستاهای شهر ساینگال که اسمش خراسانلو هستش رو برید از نزدیک ببینید. روستای خراسانلو در فصل بهار بسیار زیبا هستش. رودخانه های پرآبی داره که مردم برای گردشگری خیلی به اونجا میان. کوههای خیلی بلند، سنگ‌ها و صخره‌های خیلی بزرگ که میتونید تو سایه درختایی که کنار آب هستن اتراق بکنید و یک روز دلانگیز رو پشت سر بذارید. در منطقه خراسانلو جایی هست به اسم اجاق که یک کلبه‌ایه که در ارتفاع کوه روبروی روستای خراسانلو واقع شده. مسیری که به این کلبه میره بسیار زیبا هستش. اخیراً از چراغ‌های برق هم در این مسیر استفاده شده. مردم در فصل‌های مختلف مخصوصاً بهار و تابستون این کلبه میمونن تو این کلبه و در کنار اون یه سنگی هست که حالت گرد داره، یه سوراخی توش هست که حالا در گذشته و در بین مردم اینطور هستش میگن که اگر زنی باردار نمیشه، اگر از اون سوراخی که توی اون سنگ هستش عبور بکنه حتما باردار خواهد شد. که البته ما هم رفتیم و از اون سوراخ عبور کردیم. حالا امتحان کردیم. شما هم اگه خواستید برای تفریح و فان میتونید بیایید و از اون سوراخ رد بشید و ببینید که به چه شکلی است. ولی حتما به چند نفر نیازه چون ارتفاعش زیاده و از پایین باید کسی شما رو بگیره. من فکر میکنم هر سفری باید یه بخش هیجان انگیزی داشته باشه که انسان رو به وجد بیاره.
میتونید با رفتن به بالای قله کوههای خراسانو تجربه خیلی زیبایی از هیجان رو تجربه بکنید. ساین قلعه مزرعه‌های گندم، انگور و درختان میوه مختلف به وفور یافت میشه. شغل اکثر مردم کشاورزی و دامداری هست و مردم شهر ساین قلعه به رانندگی تریلی و ماشین‌های سنگین معروف هستن و در هر خونه یا منزلی یا فامیلی به هر حال افرادی هستن که صاحب ماشین‌های سنگین هستن یا رانندگی ماشین‌های سنگین می‌کنن و علاقه مردم شهر ساین قلعه در رانندگی با تریلی و داشتن چندین تریلی هستش و اکثر پسرها و مردها دارای گواهینامه پایه 1 هستن. ازتون دعوت میکنم که به شهر ساین قلعه بیایید و یک روز دلپذیر رو در این شهر بگذرونید.